سلام و عرض ادب. امیدوارم که هر جایی هستید سلامت باشید، حالتون خوب باشه. یه نگاهی داشته باشیم به ارز استکس که یک ریزش خیلی شدیدی رو تجربه کرد. علتش هم هک پروتکل الکس بود که یک پروتکلی هست بر بستر استکس و 8.3 میلیون دلار سرقت شده و قاعدتا وقتی این اتفاقها میفته اگر خود پلتفرم توکن داشته باشه خیلی ریزش پیدا میکنه و توکن اون پلتفرمی که روم بسترم هست قاعدتا تحت تاثیر قرار میگیره. ولی به طور کلی چیزی که الان داریم میبینیم کاملا این شادو واضح ریزشی که ادامه دار هستش. صرفا میتونه یه کیس استادی برای ما باشه که قرار نیست همیشه فکر کنید همه پروژه ها پابرجا میمونن. استکس پروژه خیلی خوبی بود، اما این هک هایی که اتفاق میفته میاد اعتماد رو از اون پروتکل بر میداره. پس خواهشی که دارم به ویژه در ویدیوهایی که با هم صحبت کردیم حتما بحث تخصیص سرمایه رو جدی بگیرید. همه پول شما نباید داخل یه آلت کوین باشه. آلت کوین ها حداقل نسبت به بیت کوین ضعف بیشتری دارن و میتونن به راحتی ریزش های عجیب غریبی رو تجربه کنن. خب بپردازیم به تایم فریم دیلی. ما میدونیم اینجا ایچیموکو رو هم روشن بکنیم. در تایم فریم دیلی ما یک حمایتی داریم. این حمایت برای من این ناحیه هستش، جایی که الان قیمت درگیرش هست، ولی ریزشی که داره تجربه میکنه ریزش خیلی شارپیه. این ریزش شارپ به من نشون میده که احتمالاً این حمایت رو از دست بده. حمایت بعدی که میتونم براش در نظر بگیرم برای من ناحیه نیم سنت هستش، جایی که قیمت یک روند صعودی رو از اینجا شروع کرده بود. اما با توجه به اینکه الان بحث اعتماد کاربرها در میونه، یعنی ما صرفا با یه چارت ساده در کار نداریم که بیایم اینجا من یه خط روندی بکشم برای شما بگم این خط روند شکسته شده، روند صعودی شده. نه، الان در حال حاضر بحث اعتماد اکوسیستمه. پس این میتونه تارگت های پایین‌تری رو ببینه. پس من اگر بخوام این پروژه رو پوزیشنی بگیرم، ترجیح میدم پوزیشن سل بگیرم روی استکس. فعلا برای بای من مناسب نمیبینم مگر اینکه برسه به این حمایت، یه سری ستاپ ها ببینیم یه سری خود پروژه داره یه سری کارا میکنه، اعتماده داره برمیگرده. بله، ولی در حال حاضر حداقل حتی اگر از همینجا این کندل ها به سمت بالا حرکت کنه برسه حتی $1، من واقعا ریسک اینو نمیپذیرم که بخوام وارد این توکن بشم. در حال حاضر خب من رسیدم به حمایت. اینجا یک کراس سل عجیب غریب قوی دارم که داره همون تاییدیه ریزش رو به من میده. در تایم فریم 4 ساعته چی میبینم؟ در تایم فریم 4 ساعته روندی است نزولی. صرفا خوردیم به این حمایت، یه مقدار برگشتیم به سمت بالا، برگشت قوی هم نبوده. اینجا حالت رنج میتونه اتفاق بیفته و بعد به سمت پایین حرکت کنه. اگر داخل این رنجی که داره تشکیل میشه برسیم به کف پایین‌تر بزنه، سقف پایین‌تر بزنه، یعنی ما یه حالت ضعفی در کندل ها ببینیم، حتی بتونه الگوی برای من وج هم تشکیل بده، باز هم سناریوی ریزش برای من محتمل تره. در تایم فریم 1 ساعته چی میبینم؟ در تایم فریم 1 ساعته خب یه برگشت به سمت بالا داشتیم و دقیقاً از همین مقاومتی که من اینجا برای شما میکشم، از همین مقاومت 66 سنت برگشت خورده و میبینیم که به راحتی هم اومده نتونسته دیگه دوباره این مقاومت رو تست بکنه. پس بنابراین الان روند برای من روندی است نزولی. در تایم 1 ساعته چی میبینم؟ در تایم فریم 1 ساعته عذرخواهی میکنم، در تایم فریم 30 دقیقه چیزی که میتونم اینجا بکشم تقریبا یک خط روندی رو میشه کشید، ولی فکر میکنم این خط روند برای تایم فریم پایین میتونه بهتر دیده بشه. حالا الان با هم 15 هم چک میکنیم. اینجا یک خط روندی دارم، بریم تایم 15. فکر کنم این خط روند تو 15 خیلی بهتر دیده شه. بله، در تایم 15 یک خط روندی رو من اینجا میبینم. خط روند نزولیه. اگر قیمت بخوره اینجا دوباره بیاد پایین، این تبدیل به یک کانال هم میشه. حالا خیلی فرقی نداره بخوایم کانال بکشیم، خط روند نزولی بکشیم، چون صرفا مهم اینه که ما کجا میخوایم وارد پوزیشن بشیم. از سمت دیگه در تایم 15 یه پیوت قیمت در این ناحیه 64 سنت دارم. جای خیلی مهمیه. این میتونه یک ریاکشنی به قیمت بده و بعد اصلاح رو ببینیم. دوستانی که ریسک پذیر هستن میتونن با شکست این پیوت وارد پوزیشن شن و استاپی هم که در نظر میتونن بگیرن به نظر من میتونه پشت این سقف
قرار بگیره. ولی اگر قیمت اومد به سمت بالا، برخورد با این خط روند رو داشت و دیدیم کندل بیریش قوی زد، میتونیم از همینجا وارد شیم که اینجا خیلی نقطه خوبی میشه. ولی چیزی که من الان در ایچیموکو دارم میبینم با این شدت پایین بودن سر کیجنسن و تنکنسن که به شدت به سمت پایینه، فکر میکنم این یعنی حتی بالایی هم که بزنه نتونه به این خط رونده برسه. ممنون که تا اینجا همراه هم بودید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. خواهشی که دارم خیلی دقت کنید تو سرمایه گذاری، جوری سرمایه گذاری کنید که اگر یک پروژه اصلا کلا توکنش از بین رفت، عدد فاحشی متضرر نشید. هر جایی هستید پرسود باشید.